فعال مخالف تاجیک سلیمان دولتوف بعد 2 ماه بازداشتش در لیتوا آزاد کرده شد. خبر آزادیش را در نخستین مصاحبه‌اش با پایگاه خبری بامداد خود سلیمان دولتوف شب 4 به 5 ایون سال 2024 تصدیق کرد. او گفت دیروز 3 ایون در دادگاه ویلنیوس مرافعه نوبتی مسئله من دایر شد. از بس که 2 ماه بازداشت من در بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج به پایان می رسید، دپارتمان مهاجرت لیتوا از دادگاه درخواست کرد تا زمان بازداشت مرا 3 ماه دیگر تمدید کنند، ولی دادرس این درخواست را نپذیرفت و به خلاصه رسید که از بس که من در لیتوا خانه و در خود را دارم و به بالا این همسر عامله‌ام و 3 فرزند خردسال ما به نگوبین احتیاج دارند، جای من بازداشتگاه نیست. صلاح این است که در آزادی باشم، نه پس پنجره. مرافع دیر شد و قرار دادگاه امروز 4 ایون ساعت 16 برآمد و مرا علاقه ساعت 17 از بازداشتگاه آزاد کردند. سلیمان دولتوف در صحبتش به بامداد به آزادی رسیدنش بعد 2 ماه بازداشتش را نشانه پیروزی نامید و گفت به عقیده من این یک قدم بزرگ به سوی پیروزی است. ما به مبارزه خود تا زمان لغو قرار بیکار کردن مقام پناهندگی من دوام میدیم. من باور دارم که ما به این همه نائل میشویم، چون که حقیقت و عدالت هر دو در طرف ماست. سلیمان دولتوف زاده شهر وحدت و عضو سابق حرکت اپوزیسیونی، فعالیتش فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان که 38 سال دارد و از سال 2015 اینک 9 سال باز همچون پناهنده سیاسی همراه زن و فرزندانش در لیتوا به سر میبرد. روز 5 اپریل سال 2024 در نزد طرفخانه‌اش در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا دستگیر شد. دولتوف قبلا در شهر سنت پترزبورگ روسیه تجارت داشت، در لیتوا نیز به تجارت مشغول بود و از جمله در ویلنیوس آشخانه و مغازه و نانوایخانه داشت. علاقه بعد 2 هفته بازداشتش روز 22 اپریل سال 2024 مقامات لیتوا او را در مورد بیکار شدن مقام پناهندگیش و قبول شدن قرار اخراجش از قلمرو این کشور که عضو اتحاد اروپا است خبردار کردند. مقامات امنیتی لیتوا از جمله او را به اشتراک در تظاهرات به طرفداری از فلسطین و دیگر مسائل مربوط به فلسطین، ارتباط با پدر و مادر و برادرش که در روسیه اند متهم کرده. در این همه تهدید به امنیت لیتوا را مشاهده کردند و در این زمان اداره مهاجرت لیتوا به خلاصه رسیده بود که از بس که دولت و دیگر عضو گروه 24 نیست، در صورت اخراجش به تاجیکستان گویا تحت تعقیب و بازداشت قرار نخواهد گرفت. سلیمان دولتوف از این قرار شکایت ورد و طلب داشت که تا انجام بررسی شکایتش او را آزاد کنند. در مراجعتنامه‌اش دولتوف از حکومت و مقامات دادگاه لیتوا دعوت کرده بود که اتهامات به ضد او اعلام کرده دپارتمان امنیت دولتی را موشکافانه تفتیش کنند، چون که به باوری خود او این اتهامات هم بر اشتباه، نافهمی و بیانات ساخته و بافته اساس یافتند. او همچنین به پهلوی انسانی قضیهش تاکید کرده نوشته بود که همسرش تاوان مستقلانه نگاهبین کردن 3 فرزند خردسالش را که همگی از 2 تا 5 سال دارند ندارد و به بالای این حالا باز هم حامل است. سلیمان دولتوف بعد سال 2017 از عضویت رسمی سازمان‌های اپوزیسیونی دست کشید، ولی در اینترنت همچنان فعال بود و سیاست‌های حکومت کنونی تاجیکستان و همزمان از رهبران مخالفین انتقاد می‌کرد.